رفقا سلام ارادت، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام در خصوص مبحث دلار و اینجور مسائلی که اتفاق افتاده قیمت دلار صحبت کنم و این مطالب خب امیدوارم کمکتون کنه، چون که مطالب زیست شده خودمه و تجربیاتی که از صحبت با افراد مختلف داشتم و همه رو جمع آوری کردم و به یه اشتراکاتی رسیدم، به یه وجوه اشتراکاتی رسیدم که بهتون خیلی کمک میکنه. ببینید، من سال 96 بود قیمت دلار، فکر کنم قیمت پراید فکر کنم 29-30 تومن اینطورا بود و من یادمه خب یه مغازه داشتیم، ما کت شلوار فروشی داشتیم و اون موقع یه فروشنده‌ای داشتیم. به فروشنده‌مون گفتم که فعلا قیمت پراید تا 200 میلیون هم میره. گفت 200 میلیون شوخی میکنی؟ این آشغالی کی میخره؟ خب من خیلی اونجا که علاقه به کلا مباحث ماشینی دارم میدونستم که قیمت پراید تا چقدر میتونه بره، به خاطر اینکه خب واردات بسته بود و خب طبیعتا چیزی که محدود بشه قیمتش مثل حباب در واقع رشد میکنه و حباب ایجاد میشه و این اتفاق هم افتاد و الان هم قیمت دلار شده 100,000 تومان. سال دیگه هم میتونه تا 1 میلیون بره، میتونه تا 10 میلیون هم بره، اصلا مشخص نمیکنه. و چیزی که توی 10 سال قیمتش 10 برابر شده، قیمتش ببخشید 100 برابر شده، قیمت دلار 1000 تومان بود سال 94، الان که 1404یم روی این رقم ها اومده. میخوام چی رو بهتون بگم؟ میخوام بگم که ببینید توجه شما روی قیمت دلار، ببین توجه یه انرژی درونی ما. وقتی شما توجه میکنی به قیمت دلار، اولین چیزی که میاد سراغ شما ناامیدیه و چیزی که بعد از ناامیدی میاد سراغ شما منفعل شدنه. یعنی چی؟ یعنی شما کاملا منفعل میشید و دیگه دست به عمل نمیزنید و میگید دیگه من نمیتونم برسم، پس چرا بدوم؟ دستور کار روان شما منفعل شدن، یا در واقع این دستور رو به شما میده که شما منفعل بشه. آقا وقتی اتفاقی قرار نیست بیفته، وقتی ارزش نداره، پس چرا من تلاش کنم؟ اوکی، انگار رو تردمیل دارم میدوام، چه کاری؟ ولش کن دیگه نمیدوام. پس خیلی موضوع مهمیه که شما توجهتون جلب نشه به سمت قیمت دلار. من آدم هایی که واکنش خیلی زیادی و نسبت به قیمت دلار نشون میدن و ابراز نگرانی میکنن، دقیقاً افرادی هستند که خیلی تلاش نمیکنن و خیلی تلاش زیادی رو در واقع انجام نمیدن و افرادی هستند که خیلی سینوسی هستند، یه بار تلاش زیاد میان پایین، دوباره تلاش زیاد میان پایین، تلاش زیاد میان پایین. و این افراد معمولاً آدم‌های شاکی هم هستن، توی رابطه‌شون، توی زندگیشون آدمای موفقی نیستن کلا. ولی افرادی که می‌بینی سرشون خیلی شلوغه و دارن خیلی تلاش میکنن، خیلی دارن کار میکنن، دقیقاً افرادی هستن که نگاه کنی میگه خب چیکار کنم؟ میگه قیمت دلار همینه دیگه، چیکارش کنم؟ من میتونم در واقع کنترلش کنم، من میتونم مثلا کاری باهاش بکنم. و در واقع این آدمایی هستن که توی ابعاد مختلف زندگیشون آدمای با اقتدارتری هستن. وقتی تصمیم به انجام کاری میگیرن خیلی مقتدرانه در واقع این کار رو میان چیکار میکنن؟ میان انجام میدن. پس خیلی مهمه که شما جزء کدوم یکی این دو دسته آدم هستید، اونی که داره واکنش نشون میده به قیمت دلار و منفعله، یا اونی که میگه آقا همینی که هستی، من چیکار کنم؟ من باید تلاشمو بکنم، من یه سری هدف دارم باید بهش برسم. و ببین شما جزء کدوم دسته از این آدما هستید. اگر آدمی هستی که مدام توی در واقع، حالا مهم نیست چه محیطی، چه خونه، چه بیرون، آدمی هستی که منفعلی و کارهایی که میدونی درسته رو انجام نمیدی، خب تو در واقع خیلی توجه نسبت به قیمت دلار بیشتر میشه و ناامیدیت هم بیشتر میشه. چرا؟ چون اصلا ذهنت کلا یک فضای خالی ایجاد کرده برای چی؟ توجه کردن به چیزهایی که خارج از کنترل توئه. چون تو میترسی مسئولیت زندگی خودتو به عهده بگیری، میای گیر میدی به قیمت دلار و این گیر دادن به قیمت دلار باعث میشه تو از زندگی عقب بیفتی. چیزی که اتفاق میفته همینه. و خیلی به این موضوع فکر کن که تو چرا اینقدر داری گیر میدی به قیمت دلار. یا آدم‌هایی رو ببین، من خیلی آدم دیدم، من پروژه‌های مختلف اجرایی رو توی کسب و کارهای مختلف وقتی میرم، آدم‌هایی که صاحبین کسب و کاری که میگن آقا وای این اتفاق افتاد، وای اون اتفاق افتاد، اصلا ذهن این آدم به جای اینکه مستقیم توی هدف خودش باشه، پخشه. شما نگاه کن، نور خورشید الان منو نمیسوزونه، اما اگه فقط کافیه یه ذره بین بگیرم جلوش، این نور متمرکز بشه کاملا منو میتونه در واقع لباس و من و هر چیزی که هست رو بسوزونه.
قدرت تمرکز اون صاحب کسب و کارم دقیقاً مثل همینه. قدرت تمرکز و توجه شما وقتی پخش باشه انگار انرژی شما پخشه، انگار با سینی داری یه چیزی رو چه میدونم نقل و نبات داری اینجوری پخش میکنی رو هوا. خب معلومه توی یه نقطه اون نقل و نبات ریخته نمیشه، جمع نمیشه. انرژی شما وقتی پراکنده باشه دستاورداتون پراکنده میشه، حالتون حال پراکنده ایه، آدم‌هایی که میان سراغتون آدم‌های پراکنده ایان، فرصت‌هایی که میاد سراغتون فرصت‌های پراکنده ایان و شما به این موضوعات خیلی خوب باید توجه کنی، خیلی مقتدرانه روش باید تسلط داشته باشی و سوار بشی، چون که میتونه خیلی راحت به شما آسیب بزنه و مثل یک باتلاق شما رو آنچنان میکشه تو. بعد یه شخصی که از بیرون میاد به شما یه دیتایی میخواد بده، یا دیتای همون دست دراز کردن است، فکر نکن طرف میاد شما رو زیر بغلش میگیره بلندت میکنه پاشو با هم موفق شیم. نه، من میلاد سبزواری دارم یه دیتایی رو میدم، تو شاید الان تو باطلاق باشی، داری همینجوری گذری منو در واقع میبینی، داری میشنوی صدامو. اگه این دیتا به تو کمک، این دیتا چیزیه که میتونه به تو کمک کنه و تو اگه دست منو بگیری با این دیتا و در واقع خودتو از این باطلاقه بکشی بیرون، یه اتفاقی توی زندگیت میفته، یه اتفاق مثبتی میتونه رقم بخوره. ولی اگه نه بگی برو بابا اینم مثلا داره یه چیزی میگه و فلان، این دیگه ذهن توئه، داره فرصت‌ها رو کاملا فیلتر میکنه واسه تو، چون انقدر درگیر میگم انرژیت پراکنده شده، ناامیدیت خیلی زیاد شده، فرصتات هم پراکنده است. به خاطر همین اگه لابلای این همه اکسپلور گردی اینستاگرام و یوتیوب و این چیزای مختلف یهویی منو میبینی، منو رد میکنی، منو اسکیپ میکنی میره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انرژیت پراکنده است، خواستت پراکنده است، تمرکزت پراکنده است، همه چیزت پراکنده است. پس منم لابلای پراکندگیات دارم میام. اوکی؟ و به این موضوع خیلی خوب گوش کن. تو روی قیمت دلار واقعا تأثیری نمیتونی بذاری مگر اینکه بیای بری دستای پشت پرده و نمیدونم اینجور کارهایی که راجع مافیاها میگن، بری توی اونجور چیزا یه کاری انجام بدی. ولی کاری که از دست تو برمیاد اینه که برای زندگی خودت توی همین الان پاشیش سر خودتو شلوغ کنی. ببینید مهمترین گامی که ما میتونیم توی زندگیمون انجام بدیم اینه که سر خودمون رو شلوغ کنیم، اینه که مدام درگیر بشیم با یه سری پلن‌ها، یه سری برنامه‌هایی که ما رو سوق بده به حرکت کردن، ما رو از حالت منفعل و غیر فعال خارج کنه و ما رو هدایت کنه به سمت اینکه آقا اوکی قیمت دلار هر چی که هست، من یه هدف دارم، آقا من میخوام پراید بخرم، پراید بشه 700 میلیون، بشه 1 میلیارد. آقا پراید به همون دلیلی که از 6 تومن شد 20 تومن، از 20 تومن شد 200 تومن، از 200 تومن هم میتونه بشه 2 میلیارد با همین رویه‌ای که طی کرده. این حرفای منو جدی بگیرید. الان پورش پانامرا تو بازار داره 10 میلیارد معامله میشه، اون میشه 100 میلیارد. گوشی آیفون 13 پرو مکس نمیدونم 100 تومنه، 120 تومنه، چقدر اون میتونه بشه 500 میلیون، میتونه بشه 700 میلیون. همینه دیگه. زندگی توی ایران الان همینه. اگر من بیام به اینها هی بپردازم تو خلوت خودم، فیس میشم، ناامید میشم، انرژی میاد پایین، داون میشم دیگه، اصلا میگم با ولش کن، اصلا چه ارزشی داره. اوکی، پس تنها کاری که تو باید بکنی چیه؟ اینه که این انرژی درونی تو، انرژی روانی تو بیاری بالا و هرزگاه‌های انرژیت که مثلا قیمت دلار، صحبت با آدمای منفی، اکسپلور گردی، چه کردن اخباره، این هرزگاه‌ها رو جلوشو بگیری، چون اینا داره سوخت تو رو هدر میده. مثل اینه تو بنزین سوپر داری با اکتان میریزی تو باک ماشینت هم فراریه، با سرعت خیلی بالایی میتونی بری، ولی میبینی باکت سوراخه، هر چی میریزی، هر چقدر گاز میدی، میبینی چرا راه نمیره. یا ماشینای توربو، حالا من دیتای ماشینیم چون بالاه دارم اینا مثال میزنم، ماشینای توربو ناک میزنن، وقتی گاز میدی یهو وای میسته. خب تو هم وقتی داری گاز میدی یهو ناک میزنی، یهو وای میستی. و اینجا قراره هرزگاه‌های انرژی رو جلوشو بگیری. هرزگاه‌های انرژی رو بگیری باعث میشه تو متمرکزتر شی، انرژی از پراکندگی خارج میشه و متمرکز میشه و مسیر زندگیت، مسیر حال و احوالت فرق میکنه. نمیگم به بنز و بی ام و قراره برسی، من اون نقطه خیلی دورتره، من با الان کار دارم، الان میخوام حالت خوب بشه، بعدن حالت خوب شد 4 تا برنامه بریزی، بعدش که برنامه ریختی اکسلور گردی رو کم میکنی، ساعت خوابت رو درست میکنی، ورزش رو شروع میکنی، رژیم غذایی رو رعایت میکنی، اگر سیگار زیاد میکشی سیگار کشیدن رو کم میکنی، خیلی از کارهای دیگر میای انجام میدی، میبینی ناخودآگاه حال خودت بهتر میشه. چرا؟ چون داری تو مسیر ذات خودت حرکت میکنی. آدما میفهمن چی درسته چی غلطه، همه آدما میفهمن، همه آدما آگاهی رو به یک میزانی دارن. پس امیدوارم که در نهایت توی این ویدیو بهتون کمک کرده باشم و
لطفا درگیر قیمت دلار نشید. اینها بازیه و شما رو فقط داره عقب میندازه. لطفا خواهشم، میدونم گرونی اتفاق میفته، میدونم خیلی چیزهای بدی ممکنه اتفاق بیفته، ولی تو تمرکزت روی چیزی باشه که میخوای، نه چیزی که نمیخوای. و همین، خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که توی این ویدیو نیت قلبی این بود که بهتون کمک کنم و تمام سعیم رو کرده باشم. این ویدیو رو هم از اول ندیدم اصلا چجوری ضبط شد. امیدوارم که تا الانم رکورد شده باشه و بعدن که ببینم متوجه میشم که رکورد شده یا نه. خیلی دوستتون دارم. نیت قلبیم این بود که بهتون آگاهی بدم، آگاهی که شما رو به اقدام و حرکت واداره، نه چیزی که صرفا به شما دیتا بده و شما رو سنگین کنه. نه، خیلی دوستتون دارم. ارادت، مخلصیم.